سلام، چطوری بچه‌ها؟ امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. خوش اومدین به چنل من. امیدوارم که بتونیم لحظات خوبی رو کنار هم داشته باشیم. من نازنینم، 24 تازه رفتم تو 24 سالگی. دیشب بخوام تصمیم گرفتم که فردا صبح، یعنی امروز صبح، پاشم براتون این ویدیو رو بگیرم. من یه ذره اومدم دلی صحبت کنم باهاتون، اینکه حتما همه چیز این کنکور و نهایی نیستش. یعنی درسته که یه استیج خیلی مهمیه توی زندگیتون، ولی همه چیز نیستش. قبل از اینکه حالا بخوام بحث اصلی رو بازش بکنم، من خودم پزشکی میخونم، یکی از دانشگاه‌های تهران. بعدها شاید تو ویدیوهای بعدی گفتم اون دانشگاهم، از دانشگاهمون براتون ویدیو گذاشتم. بچه‌ها واقعا همه چیز کنکور نیستش. یعنی میدونم اونایی که درس میخونن، اونایی که خیلی قویان، من خودم این راهو رفتم. یعنی اینطوری بودش که از تمام روزا شبم باید میگذشتم، از تمام خوشی‌ها باید میگذشتم، از تمام اون چیزایی که آدم نرمال داره باید میگذشتم. حالا منظورم این که همه چیز نیست، نه که بذاریمش کنار و کلا اصلا یه چی میگن یه نوک بزنیم بهش، درس خوندنمون یه نوک زدن باشه. نه، یه سریا یه ددلاینی برای خودشون میذارن که آقا ما تو این چند سال، تو این یه سال، 2 سال، 3 سال، این سال باید به اون چیزی که میخوایم و فقط و فقط با درس خوندن میشه بهش رسید، بهش برسیم. من خودم یکی از همون آدما بودم که باید با درس خوندن به اون چیز میرسیدم و اون چیز رشته پزشکی توی فلان دانشگاه تهران باشه. و خیلی واسش تلاش کردم، خیلی. یعنی از 11 به صورت جدی من شروع کردم درس خوندن و 2 سالم پشت کنکور موندم حتی ازش. حالا با اینکه سال اول رتبه‌ام خیلی خیلی خوب نشد، ولی سال دوم تقریبا میشه گفت مرز بین رشته پزشکی اون دانشگاه و چیزای رشته‌های دیگه بودم، ولی بازم نرفتم. مشاورم گفتش بمون پشت کنکور. خانواده حمایت کردن. مثلا مهمتر خودم میخواستم به اون برسم. و سال سوم 1400 من رتبه‌ای که حالا باید می آوردم واسه این دانشگاه رو آوردم و انتخاب رشته کردم. انتخاب رشته هم میدونستم قبول میشم. انتخاب رشته هم خودمون، من و مامانم بابام هم دیگه انجام دادیم و قبول شدم. یعنی اینطوری بودش که تمام دنیا رو به من داده باشید و برای من تقریبا همه چیز بود کنکور. یعنی استیج کنکور مهمترین و بولترین قسمت زندگی من بود و خب اون هدف و اون برنامه ریزی که کرده بودم برای اون جایگاه منو به اون جایگاه رسوند. ولی مخاطب من الان شمایین، یعنی نسلی که کنکور 1404 خب میخواد بره کنکور بده و نهایی اضافه شده بهش. هر روز یه برنامه میده سازمان سنجش و آموزش پرورش، میگه فلان درس نهاییه، فلان درس نهایی نیستش و بچه‌ها واقعا سردرگمن. خواهر من خودش کنکوریه، میدونم چه شرایط وحشتناکی رو دارین تحمل میکنین، ولی کسی که میخواد توی این راه موفق بشه باید بخونه. الان نمیگم بهتون که تمام فکر و ذکرتون باشه این کنکور نهایی. به نظر من در کنار این کنکور که واسه کنکور دارین میخونین، بد نیست به اون چیزایی که دوست دارین، حالا هنر، موسیقی، فیلم دیدن، حرف زدن با خانواده است، بیرون رفتن با خانواده است، مهمونی رفتن، نمیگم خیلی زیاد، ولی قسمت اصلی زندگیتون همون درسه باشه. چون شما به یه چیزی میخواین برسین و مستلزم اینه که شما تلاش کنین، درس بخونین، درستون هم درست بخونین تا به اون هدفه، به اون مقصده برسین. خب و یه چیزی که هست اینه که شما قرار است پس کنکور بر بیاین، نه اینکه کنکور از پس شما بر بیاد. حالا یه چیزی هم که هست درباره خودم، نمیگم حالا سال اول، ولی سال دوم انقدر که من فکرم درگیر قبول شدن توی رشته پزشکی و فلان دانشگاه بود، چی میگن، همه هدف من و تمام زندگی من شده بود همون نوشته رو کاغذ که چسبونده بودم به دیوار اتاقم باشه. طوری بودش که اکثر تایممو صرف فکر کردم به اون چیزا کردم، بدون این که به این فکر کنم که حتما واسش تلاش بکنی. یعنی اون استیج های کوچیکی که باید بر قدم برداری براشون
درس خوندن، داشتن برنامه کاملا دقیق و منظم، خسته نشدن از درس خوندن. و کسی که حالا پشت کنکور میمونه مثل من اینه که تو از اون فضای رقابتی که توی کلاس و مدرسه بود اومدی بیرون، از اونجا اومدی بیرون و باید خودت تنهایی درس بخونی، خودت همه کار رو تنهایی هندل کنی. من خودم فقط آزمونای قلمچی رو میرفتم میدادم، 4 تا آزمون آخر سنجش رو دادم و اینطوری بودش که تنها چیزی که من باهاش خودم رو میسنجیدم همون آزمونا بودن. من بودم و کتابم و اتاقم و آزمونم. حالا جالبش اینه که من بعد از مدتی که حالا درس خوندم و حالا قبول شدم اومدم بیرون از چارچوب خونه، شهر عوض شده بود و به مامانم میگفتم فلانجا چقدر باحاله، اینجا چقدر عجیبه، چرا عوض شده شهر. و واسه همین گفتم که کنکور همه چیز نیست. واسه من بود، من خودم رو حبس کردم، تمام تفریحات همه چی به خودم حروم کردم، حتی من تلفنم نداشتم، یعنی من با موبایل مامانم کارمو انجام میدادم و اولین موبایلم هم بعد از نتایج کنکور گرفتم و برای شما باش ویدیو ضبط میکنم. ولی یه سریارم دیدم در کنار کنکورشون به تفریحات کوچیکشون هم میرسیدن. تفریحات کوچیک حالا فیلم دیدن، همون چیزا که گفتم، موسیقی کار کردن، بیرون رفتن از خونه است. نه که همیشه این کار بکنن به طور مداوم، ولی درسشون هم میخونن، به کاراشون هم میرسن. خب چیزی که من انجام ندادم. این همه حرف زدم تا بیام به این برسم که آقا فردا کنکوره، بچهای تجربی، بچهای ریاضی، انسانی، هنر و زبان، شما توی این مدت تلاشتون رو کردین. حالا اونایی هم که تلاششون رو نکردن به هر حال میدونن که قراره به کجا برسن، هدفشون مشخصه برای خودشون. ولی اونایی که درسشون رو خوندن، ببینین استرس نداشته باشین. من استرس داشتم، من خیلی استرس داشتم، ولی سعی کنین استرس نداشته باشین. فکر کنین یه آزمون عادیه، فقط اون محیطی که اون فضایی که واردش میشین یه کوچولو اگه بهتون استرس وارد میکنه، نفس عمیق بکشین، به این فکر کنین که یه لحظه، در حد چند ثانیه به اون هدفه و به اون جایگاهی که قرار شما بهش برسین رسیدین، به اون فکر کنین و آزمونتون رو بدین. نهاییتون هم که حالا نرسیده، نهایی هم که حالا مونده 12ام، امیدوارم نهایی 11 رو خیلی خوب داده باشین، امیدوارم درستون رو خیلی خوب خونده باشین و کنکور خوبی بدین، کنکور خوب بدین با موفقیت تمام. فردا از جلسه بیاین بیرون و بگین که ایول به خودم، دمت گرم خودم که تونستی اون آزمون رو بدی و جنگی برین سراغ نهاییتونم خوب بدین. خلاصه که بهتره کنین کنکورتون رو. و یه سری اتفاق هم هستش که حالا ببین یه بچه 17-18 ساله رو محدود کنین، بچپونیش توی اتاقی، توی فضای آموزشی که یک سر درس خوندن باشه، یک سر آزمون خطا باشه، ممکنه آدما رو بسته کنه. نمیدونم بتونم منظورمو برسونم یا نه، ولی اگه طرف برونگرا باشه و اونو محدودش بکنی، خودش رو محدود بکنه، همه چی به خودش حروم کنه که من حتما باید درس بخونم، اون ذهن تک‌بعدی میشه. آدمای درونگرا هم که مثل من خیلی درونگرام بچه‌ها، خیلی درونگرام، چون 1 سال خوردیه دارم تلاش میکنم بیام ویدیو بگیرم براتون و اصلا نمیتونم این کارو بکنم. یعنی چند تا ویدیو ضبط کردم، همشون رو پاک کردم که آقا چرا مثلا، یعنی نمیتونم رو دوربین باشم، این که قراره چندین نفر منو ببینن و با خیلیاتون قراره رفیق بشم. خیلی سخته واسه من. اگه محدودش کنی کنکور و یه سری چیزهای دیگه که حالا کم کم بهتون میگم، افسردگی میاد سراغش، چیزی که سراغ منم اومد و حالا بگذاریم بعدها براتون باز میکنم، اینا کم کم بازش میکنم. ولی فردا رو بهتره کنین، اصلا استرس نداشته باشین بچه ها. من خودم 2 سال پشت کنکور بودم، سال اول گند زدم
گند با اینکه درسم تو مدرسه خوب بود، با اینکه نمراتم هم خوب بود، ولی از سال دوم که پشت کنکور بودم جدی به خودم اومدم گفتم آقا توی که هدفت فلان رشته فلان دانشگاهه باید خیلی خیلی واسش تلاش کنی، خیلی زیاد تلاش کنی. یعنی اینطوری بودش که آقا بعدم یه 2 تا 4 تایی کردم اینکه تو قراره پزشکی قبول شی و جز اون چند دهمه درصدی باشی که اون رشته تو اون دانشگاه رو قراره بخونه و تلاش واسه اون رشته خیلی باید زیاد باشه، خیلی خیلی باید زیاد باشه. و من نوعی خیلی درس خوندم. سال آخرین سال 1400 که قبول شدم میانگین روزی 12 ساعت درس میخوندم، خیلی شایدم خیلی بیشتر گاهن درس میخوندم و استرس هم داشتم. استرس این که اگه دوباره بخواد اون اتفاقای سال گذشته بیفته و من قبول نشم، یا تموم میشه زندگی، یا حالا این یا دومی کم درصدش کمتر بود از دوباره واسش تلاش میکنم. و همون سال شد و من قبول شدم. حالا اگه ویدیوهای بعدی براتون گذاشتم بعدش هم براتون میگم حتما. امیدوارم فردا حسابی محکم بزنید تو دهن کنکور، همه چی بر وقف مرادتون باشه، تو هم اون نتیجه‌ای که دلت میخواد و حتما بگیری. تو برام بذار که کنکور چطور بود، چیکار کردی، اگه بدم بود امیدتو از دست نده، بشین نهایی‌ها رو حسابی بخون. حداقلش اینه که تو به اون چیزی که میخوای نرسی ولی تلاشتو کرده باشی، از خودت راضی باشی و حالا بگی که امسال نشد سال بعد حتما میشه. بچه‌ها امیدوارم یک کوچولو بهتون، حتی 1% یه حس خوبی بهتون داده باشم که استرستون یکم کمتر بشه و حتما قرار نیست همه دکتر و دندون پزشک و رشته‌های دیگه حالا بشن. هر کسی ممکنه توی یه حیطه‌ای موفق بشه. یه نفر ممکنه آشپز خوبی باشه، یه نفر ممکنه مکانیک خوبی باشه. به هر حال راه رسیدن به اون چیزی که میخواین درس خوندن باشه. حسابی براش تلاش بکنین. مطمئن باشین که اگر اون تلاشه کافی باشه برای اون هدفه بهش خواهید رسید. و خیلی خیلی دوستتون دارم. از همین جا براتون انرژی های مثبت میفرستم که فردا رو بترکونین و بیاین بگین چیکار کردین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی خیلی دوستتون دارم، مخصوصا اونایی که درس میخونن. و خدافظ، بای بای. اینم بهتون بگم بچه‌ها نترسین از اومدن جلوی